دنبال پنگوانم. اول چی داری صحبت میکنی؟ نمیفهمم. مشکلت چیه؟ دنبال چی میگردی اینجا؟ میگه میخوام پنگوان رو ببینم. پنگوان نداریم اینجا. چی کارا میکنه؟ من آزم یه گنگستر وجود داشت از نوع واقعی قدیمی، رکس حرومزاده. خیلی وارد بود، قاچاقچی ماهری بود. دچار حمله قلبی شد و سقط شد با سیگار توی دستش. بعد من که همسایش بودم یه روز دیدم که چجوری به کارم. یه مراسم بزرگ، رژه عظیم، میتونی تصورش کنی برای خودت. فالکون نمیتونه اینجا باشه. فالکون به گارم.